این ویدیو آموزشی اساتید رد کنن تایمشون گرفته نشه، مخصوص شاگردا، کارآموزا و دوستان دیگه است. اول باید بشینیم فکر کنیم چجوری ضربه خورده، بعد چجوری باید فرمش کنیم. عمق ضربه کجاست؟ دنده عقب رفته و به ستون خورده. پس جایی که قرمز رو پررنگ کردن میشه عمق ضربه، خط صندوق و اولین تماس رو با ستون داشته. درست شکل ضربه خطیه، اما ما نمیتونیم با دوتا فنس بزرگ با یه حرکت کل کار رو فرمش کنیم. نمیشه. چرا نمیشه؟ چون عمق ضربه ها فرق میکنه. این قسمت عمق ضربه کمه، مثلا 1 سانت کشش لازم داره، این قسمت 2 سانت، این قسمت 3 سانت، این قسمت 4 سانت و عمق ضربه روی خط 5 سانت کشش لازم داره. برای اینکه بهتر متوجه بشی، اگه اینجوری بکشی ورق تا جایی که عمق ضربه است میاد پایین و اینجا عمق ضربه صاف میشه و به ورق اجازه نمیده بیشتر کشش انجام بشه و فرم این پایین میمونه. پس بهترین روش از خط به پایینه به این شکل. اما چون حجم ضربه کمه و ما روی رگه نباید چسب چسبونیم، چسبا رو میبریم عقب. به همون شکلی که توضیح دادم چسبا رو چسبوندم و الان میخوام کشش انجام بدم. همه چی داشت خوب پیش میرفت، خوب داشت فرم میشد که یه دفعه چسب من کنده شد و فیلمم ناقص موند. دوباره با چسب محکمتر چسبوندم و کشیدم و کار به این شکلی که میبینی فرم شد. اگه خواستی کمک ضربه کنی از بالا به پایین ماساژ بدی بهتره. اگه دوتا چسبا رو همزمان با هم میکشیدیم خیلی بهتر بود، اما چون جک من جا نشد مجبور شدم تیکه تیکه بکشم. خب پایینم کشیدیم و کار به این شکلی که میبینی فرم شد. بعد اینکه چسبا رو کندی باید بگردی دنبال این رگا رو یکم بخوابونی که میله زدن این قسمت وسط نرمتر و راحت‌تر باشه. البته اینجا من فرم کاریشو تموم کردم با مشتی قالب تنه، اما چون دوستان این دایرکت میدن چرا مشتی قالب تنه میزنی، منم حوصله کلکل ندارم، قسمت مشتی قالب تنهشو نذاشتم. آقا تا شما داری اتمام کار میبینی من یه چند تا نکته بگم. یکی اینکه اگه من دارم ویدئوی آموزشی میذارم جسارت به هیچ استاکاری نمیکنم و صرفا دارم برای کسایی میذارم که لازم دارم. و یه چیز دیگه اینه که شما دارین توی اینستا قشنگی‌های صافکاری رو می‌بینین و هر کسی داره قشنگی‌های کار خودش رو میذاره. صافکاری قطعا سختی‌های کار خودش رو داره، پس هیجانی تصمیم نگیرین. کش اومدگی داره، ضربه روی دوبله داره و هزار تا داستان دیگه که باید